چیه داداش؟ این صدای مدیر رستوران کراستی خرچنگ دوه، خیلی کوچیکم نگو. مبارک خرابتیم داداش. اوه ممنونم پاتریک. و امشب به مناسبت پیشرفت بزرگ من یک جشنی میگیریم تا کیف کنیم. من کیف میکنم واسه و مردم. مطمئنا میریم به جایی که اونجا عند هیجان دنیاست. مهمونی تو قایه؟ اونم اونجا. کو یارم کو، نازنین نگارم کو. من یه گوگولی منگولم، تو یه گوگولی منگولی، ما یه گوگولی منگول هستیم. گوله 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 گوله. آو بهتره که دیگه برم. آماده پیش نفر، آماده پیش نفر، آماده. باب اسفندی موفق باشید داداش، منتظرم بمون تو این جس. من برات یه سورپرایی دارم. گوگل مگولی چی؟ داداش گوگل مگولی. یزید بالا پاتریک میایم. از دور به نزدیک میایم. به خاطر تبریک میایم. کجا رفتی؟ آبجیا داداچو، چرا اونوری رفتین؟ جشن اینجاست. عجب منگولایی رو. پرش کن بابا جان. چی بزنم برات؟ ماست یا کچاپ؟ اونا دارن به ما میخندن. نه پاتریک جان، به عممون میخندن. حالا شما دوتا بچه ها کجا داره میرین؟ بچه اجازه بده پاتریک جان، برای اطلاع شما ما بچه نیستیم. ما مردیم و داریم بریم تا تاج نپتون شاه رو از شهر ممنوعه برگردونیم. شهر ممنوعه؟ اون همون شهری نیست که توسط یه قاتل خفن بیرحم محافظت میشه. درسته پسرم؟ لوید کلات برای ادای احترام بردار. احترام به سقط شدن. آخه شانس کنم به 10 ثانیه هم نمیرسه که اون بر مرز ضد حال میخورین. تو بمیری ببینیم و تعریف کنیم. من ضد حالم. چند ثانیه طول کشید؟ 12 تا. نه دماغ سوخته میکنیم. یا باری جان مادر، دماغم ندارم. اسکاری برای سوختگی چی؟ جای دیگه. ضد حال. خیلی خندیم مگه ابله. آره